سلام علیکم عزیز شما خانم سلام باشه یک از در کامنتر نیست که رنگ عجینه ببینیم تو میترسین страшне ای من میترسین از خدا بترسین من نترسین کسی که انسان میترسه کو آدم خودش آدم چی میگن سوز نیست سوق نیست گفتیم قرمیو که شریکش نمیرسه شما از انسان نترسین از خدا بترسین کسی که مرا страшне میگن کو از من میگه که اش ترسین رنگ عجینه رحمت برای چی میگن کامنتریتون که زباکی رو زنده باشه ما باید از خدا میترسیم باید از انسان نترسیم خسته خنداوری علامور خنداورش که از انسان باید نترسی خدا نترسی علامورش که مسلمان زن با باره من ایسیم گپه که تو страшні маєте ترسیم تو رنگ جین عجینه من страшні هم می ندارم شما خب به شما گفتم نبود که التماس به هیچ کس نرسین در امی شبکه چی میگه اجتماعی به یگان خواهر مادر مسلمان نرسید خواه زن هستید خواه مرد هستید نرسید خب نرسید به هیچ کس باید نرسیم باید که معامله خوب داشته باشه پیغمبر محمد میگه که آمدم که به شما که تا اینکه اخلاق شما رو پورا کرده برم ما مسلمان هستیم اخلاق ما باید که از دیگر غیر مسلمان فرق نداره آخه فرق باید میکنیم نه باید که کس سنگ بزنه باید که ما کسا بگیم که آفرین به پیش زنده باشه سلامت باشه که خرسان نشه بلاگر تو دیگه که این هموطنای ما رو دستگیری میکنه دستیان شما میگه که هم سراینده که در کامنتاریش که شما چیز گپ بیزه مینویسین ندارم کامنتاری شما رو подписаться میکنن اینا هم چیزایی که در روز قیامت تو در عذاب میشه در قیامت دفتر اعمال دت گناه میگیری کامنتاری نیستگی این عجیب خودش کامنتاری مینویسه و گناه نمیگیره که درم تگیم کامنتاری میسودگی تگیم چی در ویدیو هم عقل ببینید نویسته خشن در وجود هست یعنی اینم چی میگن سوچسنی که در دنیا ویدیو نه من میگم به شما که جوان از 21 نمیدونن که چی میگه نمیدونن که چی گفته است نمیدونن که چی میخوان از 21 هم رش دیگه چیزی که من نویسیدم کامنتاری کو خود نفهمیده که چی نویسیده که در اونجا سوچسنی که در دنیا گناهی هم میگه که تو گناهگوری میگم چی بلوگера در گناه هم خوش که است که نویسیده در اون ویدیو هم اندیشه فکر میکنی شما که من نویسم میگه که تو خیلی آخه نه نویسید به همون شما در گناهی و قشنک میختون آخه نباشه چه میخوان قش میکنین گفت کامپیوتر مسویده خیلی خنده میگیره که پایم نوکی سوچسنی خشن کردیسه نویسیده مو میگه تو گناه میگه قدر پسیکو در چیزی تو مینویسن کامنتاری مینویسین در اودیتوری و کلام میشه شما در قشن آخه پیغمبر اسلام میگن که معامله تو که اخلاق شما رو پورا بگردونم از اخلاق خوبی مسلمانی است که با کسی که با او کارش که با او کار دخل نداره باید که بینی نخلونه رسوم میگه که لوبپن برابر اتروال ناس آدم لوبپن میگه بینش برده پرفتن برای ما باید که لوبپن نباشیم در هرچی باید که خودمون بینیم و نخلونیم من خنده میگه در کامنتری نویسی همون بچه‌ای که گپوی داشتن مینویسن همون خواهرای تاجیک ده بلوگера да میگه که شما در گناه گم میگه نه که در گناه همون خوش کردیسته چی میگه دارین دوردیسه کامنتری که نیست شما در اونجا خوش میشین آخه عقل در کجاست میگن عقل توی دولت است نه نویسین آخه میدونی که همون گناهگار هستن گناه کردیسته چی شما در گناه وقتونه در آوردیسی نویسین کامنتری نه نویسین خوش میشه شما هم. بله من تماشا میکنم که کامنتری من در هر کس کامنتری نمینویسم که من کامنتری در خواهرایی که بسیار خواهرای گپای شروع گپ میزنن مادرای تاجیک از سوهای معارف تاجیکستان هستن کامنتری نویسه به پیش میگم و از یک در بلوگری زور است کن نرگس قاسیمова بسیار خواهری زور است منم تماشا میکنم و کامنتری نویسه دوی میگم که نرگس قاسیمова پیش پریود آخه باید که ما دستگیری کنیم مثلا چیاره بلوگرو مادرای تاجیک نه اینکه سنگ زنیم تا اینکه در عالم بدونن که ببینن که چقدر تاجیکان پیش رفتن همین قدر ما رو سنگ میزنن که شما مسلمانای خیلی من قدر میسو در ویدیوی روسی میگم که مسلمانای خیلی نیستیم ما کدوم نمیزنیم اینا بابا روسی قطعا میچوره اهل اویله مون قصه کردم که میسو بدونن که ما مسلمانا کدوم خوب تربیت خوب میتیم میسو که احترام پدر و مادر در بین فرزندان هستن چقدر پدر مادر ما احترام میکنیم چقدر پدر مادر فرزندای خوب تربیت میکنن چقدر میسو شوهرها میسو همسرشون احترام میکنن همسرا شوهرشون احترام میکنن چقدر من در اینو فقط دلیل قطعی نقل میکنم